جلوی دوربین ما خیلی یا حرفای خوشگلی راجع به شما زدن. این نشون از محبوبیت شما میده، اخلاق خوبی که دارین. به خدا شما با تک تک آدمایی که امشب مصاحبه کردیم راجع به شما پرسیدیم، راجع به اتفاقای سال اخیر همه تعریف می‌کردن. واقعا خانم آقای شکویی اینقدر مهربون و این شکلی عیار تو یه ممنوعیت قبوله؟ بله قطعا شما همسرشونید. همینطوری هم حتی لطف دارم نه، ولی خب واقعیتش اینه که من بچهای حالا چه همکار چه بچه‌هایی که تو فیلدهای دیگه کارهای هنریان، من تا حالا هیچ وقت از هیچ کدومشون بدی ندیدم، همشون بچه‌های خوبی هم خدا رو شکر. اصلا شما هم بدی نکردین آقای شکویی؟ نه خب آخه اصلا دلیل نداره، دنیای هنر دنیای خوبی‌ها و قشنگی‌هاست دیگه. بله بالاخره میگم امکان نداره تو رسانه ها حرفی یا مثلا حاشیه‌ای جنجالی از شهرام شکویی دیده بشه. خداش کلا یه آدم چی محافظه کارم هستین درسته؟ جان محافظه کارم هستین تا جایی که بتونم. ولی از اونایی که بعد عصبانی میشین. این از کجا؟ نه میدونم. شاید هر چه بگم هر یه سال یه بار همچین اتفاق، اونم معمولا خیلی کوتاه در حد 5 دقیقه است، ولی خب خدا رو شکر ترکیشش به کسی نمیخوره. خدا رو شکر. جناب شکویی ملودی مال شماست یا مال همسرتونه یا مال جفتتونه؟ مدیر کیه؟ دعوا دارین؟ ملودی دخترمه. پس مال هر دو. توی مثلا بحث مرکز ملودی شریک عزیزم دکتر طباطبایی، بله ایشون سهم بیشتری از ما دارن چون کلا کارهای اجرایش همه چیز به عهده ایشونه. ما یه بخشی از کار که حالا اون بحث اسم و اعتبار و شهرت آقای شکویی و ایشون خودشون روشون نمیشه بگن، من جسارتا لابلا میاد. بله خب من قسمت کاریش واقعیت همه چیز به عهده دکتره، تو باقی قسمتش هم ما با ایشون همکاریم. اینجا بیشتر از اون که بحث درآمدزاییش برامون مطرح باشه، بحث اعتبارشه. این که خدمات خوب ارائه بدیم انشاءالله و هر کی که اینجا میاد از اینجا راضی بیرون بره، 100% راضی. که حالا انشاءالله امیدواریم به این هدف برسیم که اونجا همه سعی خودمون رو میکنیم دیگه. آره دیگه به هر حال به نظر من هر کسی برای هر چیزی هزینه میکنه حق داره که بهترین کیفیت رو به اصطلاح بهش ارائه بشه. ما چه تو کنسرت چه تو اینجا سعی میکنیم هم کارو بکنیم. واقعیتش اینه که این معضل سیستم هنری ایرانه، شما خیلی نمیتونید روی بله بحث هنری خیلی بخواید مثلا تکیه‌تون رو بذارید اون. من ترجیح میدم که بیزنس دیگه ای داشته باشم که بعد اون وقت کار هنری رو بدون دغدغه انجام درست یعنی صرف تجاری بودنش رو دیگه نگاه نکنم. اینجا اگر قرار دیدی باشه دید خدماتی باشه، توی اون بخش سیستم کاری هنری مونم واقعا بخوام اون چیزی که به دل خودمون است و میدونیم هنری تر کمتر تجاری تر رو اونو ارائه بدیم که همه راضی باشه ان شاءالله. اگر شما نیتتون نیت خوبی باشه بله. و در نهایت هم توکلتون به خدا باشه، اون اتفاق اگر قرار باشه برای شما بیفته میفته، اگر قرار نباشه بیفته هر کاری بکنی نمیفته ان شاءالله دیگه اون بالایی. ولی بله اصلا اینجا واقعیتش میگم همه چیزش متعلق به دکتر ماهور طباطبایی، دوست عزیزم که به هر حال ما یه سابقه دوستی 15 ساله داریم ما و میگم من الان اصلا اینجا هیچی شد از آن خودم نمیدونم، هر چی هست ایشون همه زحمتام گردن دکتره. ولی دیگه رو کاغذ نوشتین دیگه 50-50 و امضا و خب ولی واقعیتش اینه که رو میگن حالا اونا دیگه سر جاش هست. نه امیدواریم که بتونیم در کنار هم دیگه ان شاءالله یه بیزینسی باشه که به هم کارآفرینی بشه برای چند نفر. بالاخره هفته بالاخره 1-2 روز 3 روز اینجا ما هستین خودتون سر میزنید. بله مواقعی که تور شهرستان یا مثلا خارج از کشور نداشته باشم که هفته 2-3 روز حتما هستیم، حالا تا ببینیم بعدا. آهنگای شهرام شکویی هم کلا پخش میشه اینجا دیگه، چون اسمش هم که ملودیه و
چون ممکن تحمیل بشه سعی می‌کنیم بده اتفاقا از آهنگای دوستای هنرمندم استفاده میکنم. اینجوری فکر می‌کنم خیلی بهتره. درستی فهمید. سال 93 رو شما چه شکلی دیدین؟ کلیتشون چند روز دیگه بیشتر به تحویل سال 93 والا ترکیبی بود از غم و شادی و غم از دست دادن یکی دو تا از دوستای عزیزمون تو این سال که خدا بیامرزتشون و همینطور هر حال یه سری هم اتفاقات خوب حالا اونا یه ذره خصوصی تر، ولی در کل به هر حال سال خداست، فرقی نمیکنه. اولین خدماتی که شما از کلینیک ملودی خودتون شخصا استفاده بکنین چه بخششه؟ بنده فکر کنم هیچ قسمتش به کار من آقا نمیاد. چرا؟ بالاخره خواننده اضافه وزن که ندارم، ناراحتی قلبی الحمدلله. حالا دیگه حالا اوتاکس که بعد دیگه میمونه، اوتاکس بد نیستش تا حالا که نکردم ولی ایشالا مجبورش می‌کنیم. انشالله. چون آقایون هم الان در واقع حالا بله، چه بازیگرا بله. چه خواننده ها بالاخره یه بخش از درآمد هزینه تیپ و ظاهر و صورت و اینا میشه دیگه. شما خود تا الان نکردیم، حالا آره ببینیم. ماشاءالله شما که خوشگلی. شما هم بابا سال خوبی داشته مرسی، باشید. ان که متشکرم. چرخ اینجا بچرخه. ممنون از ان که شما. تمام بیننده‌های تی وی پلاس میان بالاتر از توانیر. الان من پلاتوی پایین آدرس دقیق بهتون میگم. نرسیده به میدون ونک. کلینیک ملودی میان سر میزنن، از خدمات اینجا استفاده میکنن. هر کی هم گفت تی وی پلاس تحویلش بگیرید. دارید. سلامت باشین. مرسی که ما رو هم دعوت کردید. تو خیلی ممنون از گرمتون باشید. تشکر میکنم از شما کوروش عزیز قربون شما. و اینکه سلامت باشید. به همین کل بچهای دستاندرکار تی وی پلاس و امیدوارم که شما روز به روز موفق باشید.